انسان چقدر زمین احتیاج داره. یک مردی دهقانی بوده، در یه جایی کار میکرده، بعد با دهقانای دیگه داشتن بحث میکردن که این ارباب ما چقدر بیرحمه و اینا، خلاص زمینا رو همه گرفته، به ما زمین نمیده. اینم شنید. یکی از اینا که رئیسشون بود صدا کرد و گفت چقدر زمین میخوای شما؟ گفتش هر چی بیشتر بهتره. اینا گفتش که خب پس تو از اینجا حرکت کن، از همین نقطه دم این رودخونه برو، از اینجا تا هر جایی که بری زمینا مال منه. از اینجا برو تا ظهر، هر جا رسیدی یه علامت بذار و ظهر برگرد، به طوری که غروب اینجا باشی. اگر که بعد از غروب برسی اینجا دیگه چیزی به تعلق نمیگیره، ولی تا موقعی که بتونی بری برو. این فکر میکنه که رفتنه رو بدوام، هر چی تونست رفت و ظهر دیگه بعد برگرد. گفت نه تا یکی بعد از ظهر میریم، از اون ور خود بیشتر تندتر میایم اینا. باز خلاصه رفت جلوتر، گفت اگه این رودخونه هم بیفته تو ملک ما، این چشمه هم بیفته بهتره. اینا یه خورده جلو، یه وقتی که داره هوا غروب میکنه شروع کرد از این ور دویدن. دوید آمد رسید جایی که قرار بود، همونجا افتاد مرد و دفنش کردن در 1.5 متر جا. بشر چقدر زمین احتیاج داره؟ 1 متر و نیم. حرص بشر که پایانی نداره.